سرخط خبرها سال 2025 خط سیر هوایی دوشنبه لندن آغاز می شود. در روسیه و امبودسمن تاجیکستان اجازت ندادند که با گمانبران حادثه کراکوس واخورند. سال 2024 هر ماه تقریبا 300-350 مهاجر را از روسیه اخراج کردند و امکانات رایگان کسب و زبان آموزی برای مهاجرت به کشورهای بریتانیا کبیر، آلمان، کره جنوبی و امارات متحده عرب برای شهروندان تاجیکستان. درود بیننده عزیز، نشر نوی برنامه 97 روز از RTJ منظور شماست. در این نشر شما را با مهمترین خبرهای هفته آخر آشنا می‌سازیم. با شما هستم ادیبک سید از دوشنبه. در سال 2025 خط سیر مستقیم هوایی دوشنبه لندن راه اندازی می شود. در این باره اگنتی اویاسیای گراجدانی کشور خبر می دهد همزمان برای پرواز به بریتانیا کبیر پرواز آلترناتیوی دوشنبه تیفلیس لندن به نقشه گرفته شده است. حبیب‌الله نظرزاده دیرکتور اگنتی اویاسیای گراجدانی تاجیکستان گفت در اول پرواز هفته یک مرتبه به نقشه گرفته شده است. در برابر این تاجیکستان نیت دارد در سال 2025 پروازهای نو به ایران، عربستان سعودی، مصر، کیپر، کره جنوبی، ونگریا به راه ماند. این خط سیرها کی آغاز می شود حالا معلوم نیست. امید بابازاده امبودسمن تاجیکستان گفت به او اجازت ندادند که با گمانبران حمله به کراکوس واخورند. او در نشست مطبوعاتی 27 ینور به روزنامه‌نگاران گفت سال گذشته به مسکو سفر کاری داشت و می‌خواست با گمانبران حمله تروریستی به کراکوس سیتی هال واخورد، اما به این اجازت ندادند. وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان گفت با همتای روسش نیز در این خصوص صحبت تلفنی انجام داده موقع تاجیکستان را درباره پایمالشوی حقوق انسان در این حادثه بیان کرده است. 4 شهروند تاجیکستان همچون گمانبر اساسی در حمله تروریستی به تالار کراکوس بازداشت گردیده قریب 1 سال می شود در بازداشتگاه قرار دارند. ساکنان دهه‌های نزد مرزی تاجیکستان و قرقیزستان که خانه‌هایشان به ترتیب شاهمات جایگیر شدند کوچانیده می‌شوند، گفت پرزیدنت قرقیزستان سادیر ژاپارov. با گفته او در مرز دهه‌هایی هستند که چون تخته شاهمات به هم آمیخته جایگیر شدند و قید نمود که این مسئله الکی حل شده است. اگر در طرف ما خانه‌هایی باشند که به شهروندان تاجیکستان تعلق دارند، جانب تاجیکستان آنها را می‌کوچانند. اگر خانه‌های ما در طرف آنها باشند، ما شهروندان خود را می‌کوچانیم. ما با آنها در جای دیگر خانه‌ها می‌سازیم و اندازه قطعه‌های زمین حتما به نظر گرفته می‌شود، گفت ژاپارov. جانب‌ها به سازش دو طرفه رسیدند و حالا کارهای دو جانبه آید به حجت‌گذاری ادامه دارند، تاکید کرد پرزیدنت قرقیزستان. پس از همه این رسمیات سازشنامه از جانب پارلمان‌های دو کشور تصدیق کرده می‌شود و بعداً پرزیدنت‌های دو کشور حجت نهایی را امضا خواهند کرد. امید بابازاده وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان گفت سال سپری شدن نقض حقوق مهاجران در روسیه افزایش یافت. نه تنها نسبت شهروندان تاجیکستان بلکه به نمایندگان دیگر کشورهای آسیای مرکزی نیز مناسبت‌های دغلانه انجام دادند، افزود او ضمن نشست مطبوعاتی. با گفته او سال گذشته به روسیه رفته با 400 شهروند تاجیکستان در مرکز نگهداری شهروندان خارجی در سخر و هم صحبت شده است. بابازاده افزود به همتای خود در روسیه تاتیانا ماسکالکova در رابطه با نقض حقوق مهاجران بیش از 10 مرتبه مکتوب روان کرده است، ولی او تنها به نامه آخرین پاسخ گفته است. ماسکالکova در نامه جوابی آخر وعده داده است که از حقوق مهاجران کاری تاجیک دفاع خواهد کرد، اما نگفته است چگونه. بابازاده گفت نشر نوارهای زیادی نقض حقوق مهاجران در شبکه‌های اجتماعی سبب شد که به همتای روسش درخواست فرستاده از حقوق مهاجران تاجیک حمایت کند. مهاجرت به کشورهای پیشرفته بخصوص اروپا و کره جنوبی از کارگر زباندانی و ملکه کاری طلب می‌کند. اگر می‌خواهید ملکه کسبیتان را رشد داده وابسته به یافتن جای کار و یا پیش از سفر به خارج مشورت گیرید. مرکزهای کسب آموزی و خدمت رسانی در یکچند منطقه تاجیکستان کورس‌های کسب آموزی با طلبات بازار مهنت جوابگو را پیشنهاد می‌کند. کورس‌ها از 2 هفته تا 3 ماه دوام می‌کنند و کاملا رایگان می‌باشند. مرکزهای کسب آموزی 21 کورس را پیشنهاد می‌کند و همه شهروندان از 16 ساله بالا می‌توانند در آنها اشتراک کنند. ختم کنندگان صاحب سرتیفیکات‌های بین‌المللی می‌شوند و به آنها در بازار داخلی و خارجی از جمله بریتانیا کبیر، آلمان، کره جنوبی و امارات متحده عرب جای کار پیشنهاد کرده می‌شود. همه خدمت رسانی‌ها در مرکزها در دایره لایحه بهترسازی ملکه‌های کسب آموزی و امکانات‌های با کار تامین‌شوی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و بانک آسیای رشد پیشنهاد می‌گردند. رقم‌ها برای تماس در زیر اکران‌های شما. در تاجیکستان تنها 67% اهالی با آب آشامیدنی دسترسی دارند. مشکل دسترسی اهالی تاجیکستان با آب تازه آشامیدنی در نشست خبری کمیته خواجگی منزلی و کمونالی 27 ینور صادر شد. یعنی موافق آمار از 10.2 میلیون نفر اهالی کشور تنها کم بیش از 6.8 میلیون نفر دسترسی به آب صاحبند.
از این 67% 41% با آب آشامیدنی متمرکز اونجا شده تامین می‌کنند. دوستیزاده عبدالعزیز معاون یکم رئیس این نهاد گفت دسترسی اهالی به آب هم از سال 2-3% می‌افزاید. جمشید تبرزاده رئیس این نهاد مشکلات موجود در تامین اهالی با آب نوشابه را اعتراف کرد و گفت مرحله به مرحله دسترسی اهالی با آب آشامیدنی را زیاد می‌نماییم. در نشست خبری قبلی معاون رئیس این نهاد رجب علی رسولزاده گفته بود موافق یک برنامه دولتی که آن را بانک جهانی مبلغ گذاری می‌کند باید ساکنان شهر و دهات کشور تا 8 سال آینده با آب تازه آشامیدنی و آب‌های رفع پرتو پر را تامین کردند. مشکل دسترسی به آب تازه نوشابه 10 ساله هاست در کشور وجود دارد. مقامات میگویند برای ساختمان و برطرف نمودن مشکلات موجوده در این بخش تنها با مبلغ بودجه امکان پذیر نبوده جلب سرمایه نیز کافی نیست. رئیس агентии авиатсияи граждании тоҷикистон гуфт соли 2024 моҳе тақрибан 300-350 шаҳрванди тоҷикистон аз русия ихроҷ карда шуданд. ҳабибулло назарзода раиси ниҳод 29 аввал зимини нишасти хабарӣ қайд кард ки рӯзе тақрибан 12 нафар ихроҷ шуданд ва омори ихроҷшудаҳо назар ба соли 2023 коҳиш ёфтааст, аммо аз омори дақиқ ном набуд. дар нишасти хабарӣ нимсолаи соли гузашта худи назарзода ба саволи рӯзноманигорон дар хусуси ихроҷи тоҷикистониён гуфта буд ки давоми 6 моҳи аввали соли 2024 3400 шаҳрванди тоҷикистон аз фурудгоҳҳои русия ихроҷ шуданд. مقامات روسیه نیز چند پیش اعلام کردند که در سال 2024 23000 نفر مهاجر از مسکو و اطراف آن با گمان نقض قاعده‌های ورود یا بودباش در روسیه اخراج کرده شدند که اساساً شهروندان تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان میباشند. тоҷикистон соли 2024 ба маблағи 906 миллион сомонӣ наздики 2,5 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ содирот кардааст. дар ин бора вазорати энергетикаи кишвар хабар медиҳад. тибқи иттилои ин ниҳод содироти барқ нисбат ба соли 2023 7,8% коҳиш ёфтааст. харидорони барқи тоҷикистон асосан афғонистон, ӯзбекистон ва қирғизистон мебошанд. дар умум соли 2024 дар кишвар наздики 22,5 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ истеҳсол шудааст ки барқи содирот шуда беш аз 10% ҳаҷми умумии истеҳсоли нерӯи барқро ташкил медиҳад. ин дар ҳолест ки дар кишвар ҳанӯз аз моҳи сентябр лимити барқ ҷорӣ аст ва сокинони кишвар рӯзе 10 соат ва ҳатто камтар аз он барқ доранду халос. сокинон аз риоя нашудани меъёри муайяншудаи лимит шикоят мекунанд. бинандаи азизи ин барномаи навиди 7 рӯз буд. бо мо бошед ва дар саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ обуна шавед. хайр.